بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. تسلیت عرض می‌کنم این ایام رو توی اون طرحی که صهیونیست‌ها دارن، اون طرح کلانشون که در واقع سالها پیشم عملاً گفته شده بود، خیلی هم گفتن، خود بنده هم بارها تذکر دادم و با اون سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل که دو تا عکس رو نشون داد، من خواهش می‌کنم دوستان عکس‌ها رو بذارن. خب سال اول یه محور شرارت یا محور نفرین شدگان معرفی کرد که شامل حال ایران، عراق، سوریه، لبنان، خدمت شما عرض کنم فلسطین و بخش حوثی های یمن، کل یمن هم نزده بود. خب و محور برکت داده شدگان، بلس، با عنوان برکت یاد کردیم که حالا این بلس یک مفهوم مذهبی و دینی هم داره ها، اینو بهتون بگم که اینها در مقابل در واقع محور منفورین و نفرین شدگان هستن. اونا هم شامل حال هند بود، امارات بود، عربستان بود، اردن بود و اسرائیل و شاید حالا یونان. این در واقع دو تا کریدوری بود که ما بارها راجبش حرف زدیم. اما خب ما دیدیم که بعد از غزه و لبنان، خب سوریه با کمک ترکیه و امارات در واقع اینا تونستن به هم بریزن و حکومت بشار اسد ساقط شد. این یک تقسیم وظایفه. من یادمه این کلیپو زمانی که ما توی دفترمون توی طالقانی بودیم اونجا گذاشتیم. خب صحبت‌های آمی آیلون مسئول وقت شینبت رو که ما یعنی صهیونیست‌ها می‌خوایم بین در واقع اسرائیل و کشورهای عربی سنی نشین یک ناتو درست بکنیم، یه اتحادیه درست بکنیم علیه محور مقاومت. خب What should be the future of the Middle East 10 years from now? It is very, very important to create a coalition, a Sunni coalition that will be led by Turkey. What should Israel do? Iran is a huge threat. But if the assumption is that we are a part of a coalition that based on a kind of a Sunni coalition and America... What do you mean by Sunni coalition? Sunni coalition that it means that Turkey with Egypt, with Jordan, with Saudi Arabia understand that the major conflict is with Shia led by Iran, and they create this coalition, as I mentioned before, in order to create this coalition that will face Iran, the Palestinian, Israeli. Okay, so this is the coalition. و اینا همش ادامه اون طرحه. بعدن شد طرح ابراهیم و این طرح ابراهیم هم داشته باشید، خیلی در موردش حرف دارم، نکات مهمی دارم، به وقتش حالا حتما البته به شرط حیات خدمتتون خواهم. خب الان دیگه بعد از در واقع حمله به ایران، این جنگ 12 روزه تحمیله، الان نوبت عراق. من پیش بینیم اینه که بسیار اتفاقات در عراق داره میفته که اصلا خوب نیست و این چند روزه من از با روابط خودم به مسئولین عراقی اینا رسوندم و خب هم بندگان خدا استقبال کردن و هم حرفشون این بود که درسته ما دقیقاً همینا رو اینجا سنس کردیم و در واقع اونا هم در واقع خودشون یه جورایی آماده میدونن. ببینید یک فتنه، اونا میگن طائفی، خب یه فتنه مذهبی قومیتی در عراق داره شکل میگیره با محوریت، خدمت شما عرض بکنم، همان شبکه پیشین، خدمت شما عرض بکنم، تکفیری داعشی ها، یعنی شبکه پشتیبان سیاسی اینا. این طرف ماجرا متاسفانه برخی از شیعیان خیلی عجیب دارن توی اون زمین بازی میکنن که حقیقتا مشکوکه. مثلا مقتدا صدر عملا اینو استارت زد، توهین‌های خیلی زیادی کرد به مقدسات اونا هم شروع کردن جواب دادن. مثلا مسئول سیاسیشون اومدن گفتن اصلا امام حسین رو بنی امیه به شهادت نرسونده، مردم کوفه به شهادت رسوندن، یعنی کار خود شما شیعیانه مثلا. خب همزمان که این کار رو انجام داد، اگر بخواد دوباره یه اتفاقی در عراق بیفته، اونی که میره کارو جمع میکنه هشت شعبیه، همون مقتدا صدر این طرف ماجرا میاد درخواست خلع سلاح هشت شعبی رو میده و میگه فوراً باید خلع سلاح بشه. اینا رو کنار هم دیگه بچینید متوجه میشید یک برنامه در پیشه. و الان صدها و بلکه هزاران اکانت مرتبط با سفارت امریکا و اکانت هایی که توسط
رژیم صهیونیستی دارن اداره میشن در حال دمیدن تو این آتش اختلافات مذهبی هن. شدیداً دارن این کار رو انجام میدن و میخوان دوباره اون چرخه خونبار سال 2014 تکرار بشه. خب مسئله مهمی. ببینید دوستان، من برداشت خودمه، نگاه کنید اینا آنچه تو ذهن آقای صدر داره میگذره مختصر اینه که بالاخره او باید مرجع علل اطلاق مثلا عربی شیعیان عراق باشه. خب و او میگه بعد از آیت الله سیستانی خدا حفظشون کنه، ان شاءالله عمر با عزت داشته باشه، 120 سال عمر با عزت، خب ان شاءالله منتج به ظهور بشه. توی اونجا یه حرفی الان وجود میگن هشت شبی با فتوای آیت الله سیستانی شکل گرفته. خب فردا روزی در نبود آیت الله سیستانی این میلیشیا و این قدرتی که هشت داره، اسلحه داره، میتونه در برآوردن یک مرجع مؤثر باشه و میتونه جلوی این جریان صدر قرار بگیره. پس باید اینو تضعیف بکنیم که بتونیم خودمون چیکار بکنیم با میلیشیای اونم داره دیگه، اونا سرایا السلامو داره. خب سمت سامرا که میری تمام ایست بازرسی اون دیگه دست جریان صدره. خدمت شما عرض بکنم که بتونه در واقع با اسلحه‌اش هم کارشو پیش ببره. الان یه معارضه جدی داره هشت، میخواد اینا رو کنار بزنه. یعنی من نمیگم طرف وصل به صهیونیستاست، جاسوس فلان، نه، دشمن خیلی هوشمندانه و استادانه از همین نفس ماها استفاده میکنه. هر کسی بالاخره یه ایراده داره دیگه، یکی جای کارش میلنگه، میاد تو همین طمع‌هایی که ما داریم از همینا استفاده میکنه. پیشتر از این مجلس عراق مخصوصا نماینده‌های سنیشون، سنی عرب، یک قانونی تصویب کردن مبنی بر آزادی در واقع یک سری از مجرمین. تا الان 90 خورده هزار نفر تخفیف گرفتن، نزدیک 20,000 نفر آزاد شدن و اینا شامل چه کسی هستن؟ افراد مرتبط با داعش، صرفاً با این عنوان که طرف در قتلی نقش نداشته باشه، اگر در قتل خودش آدم نکشته باشه آزاد بشه. 90,000 نفر، 90 خورده هزار نفر تخفیف گرفتن، 19 خورده هزار، 20,000 تا آزاد شدن. مرتبط با تروریسم. اعدام هم کلا فعلا لغو شده که دوباره باید بررسی بشه. اومدن بحث کردن که اینا اعترافات اجباری بوده و نمیدونم چی. دقیقاً عقبشون رو دارن میسازن. یعنی دارن ببینید این صهیونیستا و به خاطر نفوذی که دارن، نفوذ اطلاعاتی و رسانه‌ای و فلان، یک بخشی از پاس گل به اونا از داخل این کشورها داده شده و میشه. یعنی من چی بگم؟ خب یعنی تو دل عراق یه سری از سیاستمدارای همسو با اونها اومدن چیکار کردن؟ داعشی‌ها رو دارن آزاد میکنن، تروریست‌ها رو آزاد کردن. حالا 19,000 تاشون آزاد شدن. خب جرائم میدونم مواد مخدر بوده، اقدامات مسلحانه بوده، خیلی عجیبه. اینا رو که بنشینیم نگاه بکنیم، اون طرف ماجرا تو رسانه‌ها چی دارن میگن؟ امویگری نوین، نو امویگری. خب میگن آقا این تهمتایی که به بنی امیه داره میزنن اشتباه فلان بهمانه. این همزمان با چیه؟ با اینکه استان‌های سنی نشین عراق عقبشون به سوریه میخوره. یعنی همین الان دولت اموی در سوریه چی شده؟ تشکیل شده. اینها با این عنوان که ما میخوایم به اونها بچسبیم، ما با اونها یکی بشیم، نمیدونم فلان بشیم، الان کلی توییت دارن میزنن، پرچم این سوریه جدید رو دارن میزنن. خدمت شما عرض کنم رو بخش سنی نشین خدمت شما عرض بشم عراق هم دارن میندازن. خب این خیلی خیلی مهمه. باید اول به ایران حمله میشد بعد به عراق، چون اگر به عراق حمله میشد عین 12 سال پیش ما میرفتیم کمک عراق و کار جمع میکردیم. خب اما الان اینطور نیست. اول ایران زدن که ایران درگیر بکنن. ایران الان باید بره خودش، کلی مسئله امنیتی داره، خودش باید بره پدافند رو درست کنه، چیکار کنه، فلان کنه و امان کنه. اون فرصت همچنین از موارد و جاهایی که میزدن خیلی مهمه، اینا عنایت داشته باشید. و امکانات و تجهیزاتی که در ایران هدف قرار میدادن کاملا مشخص بود که برنامه اصلا موشک هسته‌ای نیست. مثلا چرا هلیکوپتر رو میزدن؟ چرا هواپیمای F5 رو میزدن؟ خب این همونهاییه که دفعه قبل تو ماجرای چه شورش‌های داخلی میتونست کمک بکنه هلیکوپتر. خب دو، برای عراقی ها دفعه قبل ما بمب افکن فرستادیم، کلی ستون کشی ها اینا رو هلیکوپتر میزنه، هواپیما میزنه، جنگنده‌ای که بمب افکن باشه خب اینا رو میزنه و برای اون سیستمی که قرار روی زمین پیش بیان اینا موثره. ما میبینیم رژیم صهیونیستی تو حملاتش به ایران اینو ملاحظه داشته میکرده
حتی می‌بینیم ما توی تبریز جوری دارن زدن اون مناطق رو، ارسیان اصلا هلیکوپترها رو زدن، یه سری پایگاه رو زدن که فردا اگر اونجا هم بحث تجزیه طلبانه پیش آمد، خب در واقع نیروهای امنیتی ما امکاناتی به اون شکل نداشته باشن تا بتونن دفاع کنن. من دارم میگم هدف اونا این بوده. این چقدر محقق شده یه بحث دیگه است. نشون میده یک طراحی کاملا کلان وجود داره. و نکته عجیب‌تر ماجرا تو جریان دیشب شام ترامپ و نتانیاهو این بود که مطرح شد که ترامپ گفت رسما نتانیاهو ازشون خواسته که تحریرالشام و جولانی از تو لیست تحریم ها بیان بیرون. دقت کنید، ترامپ اعلام کرد که نتانیاهو خواسته سوریه جدید اصطلاحاً از تحریم ها بیاد بیرون. این یعنی چی؟ یعنی سوریه جدید، یعنی تروریستا کاملا به چی بندن؟ به اسرائیل، عقبشون اسرائیل. خب از طرف دیگه ما میدونیم کی اینا رو سر کار آورد؟ ترکیه و امارات. باز هم برمیگردن به هم پیمان مشترکشون. اینا با هم کاملا یکی شدن. ببین طرف عربستانی بلند شده رفته امریکا، ترامپ چون کیش شخصیتی داره، عقده داره، لو میده حرفای اینا رو با توییتاش. این خوبه برای ما. خب می‌بینی چی برگشت گفت؟ ترامپ گفتش که اومدن اینجا سعودی‌ها از اقدام ما تو بمباران فوردو و فلان تقدیر و تشکر کردن. شما اینو نگاه نکنید، اینا زنگ میزنن پا میشن میان سعودی‌ها میان این طرف. اینا فقط میخوان ایران آروم نگه دارن که بخش انرژی با عربستان کاری نداشته باشه. اینا همشون الان یه جبهن، اینو بدونید. و تصور این که ما میتونیم مثلا فلان کشور از تو دل اینا بکشیم بیرون، واقعا از نظر من واهی است. من نظر خودمو دارم میگم، باطل محضه. چنان این از نظر امنیتی، اقتصادی و دشمن مشترکشون گره خوردن. اصلا بین هند و اسرائیل اصلا مسائل اینا نیست، اصلا ازدواج هم شکل گرفته. دختر دادن به این سنگیس و دختر گرفتن، بندر حیفا رو در اختیار فلان خانواده ثروتمند هندی قرار دادن. اینا رو شما وقتی حیفا رو داری میزنی، داری کیو میزنی؟ داری اسپانسر مالی مودی رو میزنی. خیلی جالبه. مودی هندی کی پولشو میداده؟ همان خانواده‌ای که امروز بندر حیفا رو دستشونه. یعنی ما موشکی به حیفا میزدیم، سهام اون ریزش میکرد. بعد اینا انتظار دارن مثلا با 2 مراوده دیپلماتیک مثلا اون کشور ما رو اونا رو رها کنه بیا سمت ما. خب یه خورده واقعا یعنی خیال باطلیه. حالا برای عراق بیان مثل ایران وارد بشن، وارد درگیری و جنگی بشن که مثلا ایران روزی 1 میلیارد دلار برای اینا هزینه بار آورده. نه، یه فتنه قومیتی مذهبی درست میکنن، میشنن اون بغل، اینا خودشون میزنن. نشانه های دیگه هم از تو این توییت هفته پیش زدم، گفتم که مناطقی که در امارات محل در واقع واردات خودرو و فروش خودروه، پر از پیکاپ‌های الان توییت‌ها شده. توییت‌های نظامی جنگی‌ها، توییت‌هایی که برای مناطق صحرایی و فلان با رنگ خاکی اینا استفاده می‌شدن. حالا این دوستان من میگم کلیپاش هم بذارن. این یعنی یه کسی داره اینا رو وارد می‌کنه، اینجا می‌خواد استفاده کنه. Hey guys, there's going to be a war in Middle East very soon. I'm not making this up. I work for a car export company in China, and I have traveled to Dubai very often, and here's what I found in Dubai AutoZone. For those of you who don't know what Dubai AutoZone is, it is basically a center where people import cars from Japan, China, Korea, and America, and then, you know, those businessmen from Middle East and Africa buy cars in Dubai and then export to their countries. And here's the video that I took a few days ago. Have a look. Who is buying those Toyota pickups? Who? همه اینها خبر از این میده که احتمالاً یه داعش جدیدی بیارن بالا. حالا این داعش ممکن اسمش داعش نباشه یا داعش باشه. مهم اینه که عقبه لوجستیکی از سمت سوریه داره، از سمت سوریه حمایت جدی خواهد شد. دفعه قبل نبودا. دفعه قبل دولت سوریه سر کار بوده. به این سادگی ها نمیتونه. امروز یه دولت همراه داره که از بالا به ترکیه وصله، ترکیه میرسونه، اسرائیل میرسونه، اینا در اختیارشون قراره. از سمت دیگه ما میدونیم که این جبهت النصره و این تروریستای سوریه‌ای توسط اوکراینی‌ها آموزش‌های پهپادی دیدن، همین FPV ها، و اینا واقعا موثر بود. هم تو ماجرای سقوط دولت سوریه موثر بود، تو حمله‌ای که به ناوگان هوایی نظامی
روسیه کردن، خود اوکراینیا موثر بود، تو حملاتی که خود ما ایرانی‌ها داشتن تو همین جنگ 12 روزه تحمیلی که گذروندیم بسیار موثر بود. این تجربیات یقینا استفاده خواهد شد. کما اینکه ما دیدیم اسرائیل همین کار برای ما هم کرده بودن. شما از کجا میدونید این کار الان تو عراق انجام نده؟ به مراتب که تو عراق راحت‌تر میتونه این کار انجام، به مراتب که مرزهای عراق ولتره. خب یعنی من برداشتم اینه که اصلا بعضی دوستان میگن مثلا بعد از 40 انجام میشه، میگم که همه چیشون حاضره، حالا میخوان بعد 40 انجام بدن و من نمیدونم، ای بسا همین پس فردا شروع بشه یه اتفاقاتی. این ساده است، کنار این نباید گذشت. در واقع ببینید رژیم صهیونیستی دنبال چیه؟ رژیم صهیونیستی دنبال تأمین امن انرژی خودشه. خب و میخواد بر این محور عبری عربی که به وجود میاد، محور عبری عربی ترکی که داره به وجود میاره تو خاورمیانه، رئیس این باشه و سیادت کنه، هم سیادت امنیتی، هم سیادت سیاسی، هم سیادت نظامی. یعنی رهبری امنیتی، نظامی و سیاسی با او باشه. خب این تأمین امن انرژی از کجا باید صورت بگیره؟ از مناطق نفتخیز عراق که اینا میخوان جدا کنن. خب اینا داشته باشه. و میشه کریدور داوود. دوستان عکس کریدور داوود هم بذارن که یک خطی خیلی جالب باریک از همون منطقه تنف که آمریکایی‌ها اونجا محکم وایستادن که سقوط نکنه وارد بشه به کجا؟ به در واقع اسرائیل. ترکیه چرا هم در واقع با اینا هماهنگه؟ اولا ترکیه نگران بود، میگفت اگر شما سراغ تجزیه تحریک کردای ایران و عراق برید، خب این اگه اهل سنت اعراب عراق بیان وارد بشن، احتمال این که کردهاشون هم در واقع اقدام بکنن هست. ترکیه میگفت این چه تضمینی وجود داره سمت من نیاد؟ صهیونیست‌ها این دغدغه‌شو برطرف کردن. چیکار کردن؟ بهش گفتن عبدالله اوجالان رهبر PKK رو چیکار میکنیم؟ ما برات آرومش میکنیم. یعنی او کارم PKK هم در واقع عبدالله اوجالان اعلام کرد اصلا دیگه کاری نداریم با ترکیه، منحل شد. جالب بدونید نزدیک 3/4 این نیروهای نظامی که تو PKK بودن پیوستن این طرف، اومدن عضو پژاک شدن. خب یعنی اینا آماده سازی بوده برای چی؟ ایران. و تو همون فضا برای عراق هم میتونه استفاده بشه. نکتهش کجاست؟ نکتهش اینه که حتما ترکیه این وسط چیزی از نظر سرزمینی، نفتی، چاه نفتی، جای یه چیزی حتما تضمینی میخواد. او هم یعنی بخش از این در واقع نفت رو میخواد. خیلی باید مردم عزیز و شریف عراق هوشیار باشن تو این مسئله، چون اونا تمام اون عکس اولیه که نتانیاهو نشون داد و عرض کردم، تمام اونا به زعم خودشون تونستن توش اقدام بکنن، تو ایران موفق نشدن. الان میخوان عراق بدن. میدونن هم که چی؟ الان ایران یه سری درگیری ها داره و حتی برای اینکه ایران قدرت بازیابی خودش نداشته باشه، چون مطمئن هستن ایران باید کمک کنه به عراق و کمک خواهد کرد. خب ایران برای اینکه بخشی از توانش درگیر جای دیگه بشه حتما باید عراق برسه. یعنی من هر جوری نگاه میکنم، با هر 2 تا 4 تایی نگاه میکنم اینا و این پالسایی هم که داره، پالسای اقتصادی، سیاسی، نظامی و غیره که داریم میگه و بخشش رو اشاره کردم، من فکر میکنم اینا نقشه خیلی سریعی برای عراق دارن. ببینید یعنی چی میشه؟ این جنگ شیعه و سنی در میگیره، شروع میشه به یه سری اتفاقات افتن، حلقه های و گروه های تروریستی شکل میگیرن، شروع میکنن حمله کردن به مقر هشت شعبی یا جاهایی که مرتبط با ایرانه به اسم هشت شعبی. خب شروع میکنن حمله کردن. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ بعد یه توضیح خیلی مهم دیگه هم دارم حتما براتون بگم که اصلی ترین دلایل و قرائن بنده اینه و آرام آرام این گسترش پیدا میکنه، مثل یه تیکه آتیشی که حالا به این میدمن دیگه این شعله ور میشه. خب دلیل دیگه هم اینه، ببینید نگاه کنید، یک زمانی سید حسن نصرالله محبوب ترین فرد جهان عرب بود، با اینکه شیعه بود. شیعه و سنی او رو دوست داشتن چون جلوی صهیونیست‌ها بود. با ماجرای سوریه وقتی اونا شروع کردن پیش آمدن این تروریستا، ما مجبور بودیم از خودمون دفاع کنیم شیعیان. وقتی حزب الله وارد سوریه شد و شروع کرد به جنگیدن، محبوبیت سید حسن نصرالله با اون فشار رسانه‌ای وحشتناکی که غربی‌ها و عربی‌ها و عبری‌ها آوردن، یعنی از رسانه الجزیره بگیرید تا رسانه صهیونیستی تا آمریکایی و غربی و ناتو، عملاً این محبوبیت کاهش پیدا کرد و افت حقیقتاً شدیدی داشت. خب جوری شد دیگه حزب الله اینا گفتن حزب شیطان، نه کلماتی ساختن و چه بود. الان چه اتفاق افتاده؟ الان شیعه در تارک آسمان داره میدرخشه. تمام اهل سنت الان داره همین نگاه میکنه
رهبر انقلاب شاید امروز یکی از نظر محبوب ترین سیاستمدار جهان باشه. خب به خاطر همین چند اتفاق 10-12 روز اینقدر این صهیونیست‌ها نجسن، کسی که جر مقابلشون قرار بگیره محبوبیت پیدا میکنه. و دیدید دیگه چه واکنش‌هایی تو شبکه‌های اجتماعی و اینا با عنوان هیرو از ایشون دارن یاد میکنن و اصلا سلبریتی خارجی دارن این کارو انجام میدن. خب الان اونها میان دوباره همین کارو انجام میدن، یعنی شروع میکنن تعرض کردن به مناطق شینشتی. حالا فرض کنید کسی بخواد کشور ما رو تجزیه کنه، مگه ما اقدام نظامی نمی‌کنیم؟ خب الان عراقی باید همین کارو بکنن. اگه این کارو بکنن، یکی از جایی که حتما مردونه میره میجنگه هشته. خب هشت یک نیروی شیعی است. خب هرچند اهل سنت هم عضو بشن، اما اونها اینو میگن وقتی بره از خودش دفاع، هر یه خونی که بریزه رو اینا 100 تاش میکنن، تو بوکرام میکنن که بگن آقا این قهرمان امت اسلامی. خب حالا ببین دوباره داره سنی میکشه، ببین دوباره، یعنی جنگ شیعه و سنی رو دوباره اینها میخوان راه بندازن. الان هم نگاه بکنید تو شبکه‌های اجتماعی کلی درگیری بین کاربرای عراقی سر ماجرای بنی امیه و مسائل از این دست که خب یه دی هم تو این مسیر در واقع بازی میخورن دیگه، یعنی وارد میشن. خب و فراموش بازم نکنیم عزیزان، درخواست رفع تحریم سوریه رو کی داده؟ نتانیاهو. ببین در واقع نشون میده اینا از قبل کاملا طرح چیده بودن برای لبنان این، برای سوریه این، برای ایران این، برای اینا. و همیشه دقت بفرمایید اونجایی که باید بخش قابل توجه از کار اینا رسانه‌ای و جنگ رسانه‌ای، از قبل باید تمهیداتی رو آماده بکنن. نمونهش چی بوده برای این جنگ در واقع طائفی در عراق؟ سریال معاویه. می‌بینید همه چی اینا وقتی ما میگفتیم به خاطر یه فیلم داری میگی، نه عزیزم، به خاطر یه فیلم نمیگفتم، گفتم اون فیلم مقدمه ساز یک اتفاقی است. درسته؟ در کشور خودمون هم بوده. من بوده مثلا اومدم اسم فیلم یا سریالی رو بردم دیگه، الان نمیخوام اسم ببرم دیگه، دقیقاً همون اتفاق افتاد. ذهن‌های شما رو آماده میکنه دیگه. من بیشتر از این نمیتونم اشاره کنم، خودتون باید متوجه بشید دیگه. اینکه تمام این مجموعه در نهایت آیا انگاری تو ذهن شما میسازه یا نه، بحث دیگه. فعلا به خدا بزرگ میسپارم. یا علی.